یونگ تعبیر جالبی از انسان خوشحال ارائه میکنه که از تعریف عادی و معمولی خوشحالی فاصله داره. بر اساس این تعریف خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به اینکه درد و رنج و سختی، بیماری و مرگ جزو لاینفک زندگی است، اما هیچ کدام از آنها نمیتواند مرا از پا بیندازد. خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگران و هم نوعانمان بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی. خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن. خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بزرگ به زندگی.